جنگ ستاره هاشمی و غزال عنایت که اصلا باورتان نمی شود. ستاره هاشمی کیست که این روزها بلای جان هنرمندان افغان شده است؟ افشای حقایق و رازهای بزرگ ستاره هاشمی با آریانا سعید و پیشنهاد عجیب و باور نکردنی مهراج وفا برای ستاره هاشمی. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. ستاره هاشمی هنرمند کاملا جوان که این روزها با کارهای هنریش نامش در میان هنرمندان افغانستان گل کرده است، طرفداران و رقیبان خاص خودش را پیدا کرده است. ستاره هاشمی هرچند در کشور کانادا زندگی می کند ولی به خاطر اجرای کارهای هنریش به کشور تاجیکستان و ازبکستان برگشته و در آنجا با مهراج وفا هنرمند محلی خوان کشورمان آهنگ‌های دوگانه ثبت کرده است که مورد حمایت و تشویق فراوان قرار گرفته است. این همه در حالی است که بگومگوهای فراوانی وجود دارد که ستاره هاشمی همان صنم سعیدی که در ستاره افغان اشتراک کرد ولی از طرف آریانا سعید کارت قبولی را دریافت نکرد امین شخص باشد، ولی تاکنون حقیقت این ماجرا واضح نیست و ستاره هاشمی درباره هویتش برای دوستداران و طرفدارانش چیزی نگفته است. ولی این روزها لایف های جدید در صفحات مجازی نشر می شود که گویا ستاره هاشمی در رقابت کامل با آریانا سعید و غزال عنایت است. آریانا سعید خاموشی کامل در مقابل حرفهای ستاره هاشمی اختیار کرده است، ولی غزال عنایت بارها ستاره هاشمی را توهین و تمسخر کرده است و بیان کرده سطح هنری خودت خیلی پایین می باشد و نمی توانی با من در رقابت باشی. ولی این را همه می داند غزال عنایت، آریانا سعید از جمله هنرمندان سابق قدار کشور هستند که رقیبان و طرفداران خاص خودش را دارند. من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای ستاره هاشمی، آریانا سعید و غزال عنایت از بارگاه عزت لایزال خواهانم. دوستان و همراهان عزیزم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. در تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامت نثار هر یک از شما همراهان گلم. تا درودی دیگر، بدرود.